وعلى آله الطيبين الطاهرين. برای سلامتی مقام معظم رهبری و رئیس جمهور محترم جناب آقای روحانی صلوات بلندی ختم بفرمایید. فرارسیدن ماه شعبان المعظم و اعیاد شعبانیه، مخصوصاً میلاد مسعود سید و سالار شهیدان ابا عبدالله الحسین علیه السلام و حضرت ولی عصر ارواحنا له الفداه را تبریک و تهنیت عرض می کنم. خب پس اگر شما بناس شعار بدید من ساکت بشم، شعارهای شما تمام بشه بعدن صحبت کنیم. صلوات چندم رو بلندتر ختم کنید. همواره میگوین آذربایجان اویاختی انقلابا دایاختی. از خدمات دولت İstemiyen kör olsun.